خدا ماستر نکنه. ولک دوم جواب بده. با خدا بر قسم میخورم ماینه خانه اول نمره عمومی مکتب آمده، مکتب خود اعلان داده رفته در کورس کرکت ثبت نام کرده. چرا؟ عاید داره، تشویق داره، در کشورهای خارج چکر میزنه، عکسای لوکس میگیره، جوانمو کار داره. من نمیگم کرکت نکن، نمیگم کرکت رو دوست نداشته باش، اما سر ماستر تو خیلی توجه کن. میگن تو دلخوشی ما رو دیده نمیتونی، او باید تشویق شود 2 میلیون متر روزانه 4 میلیون بده، 2 میلیون باید افغانستان بده برش. اما این ماستر چی؟ این سیلیکاری کن، این لط کن، بزن پشت دفتر نمان، از وظیفه منفعت کن که دیگه این ملت درس نخونه، دیگه توبه بکش از درس. دیگه خوبان با سواد این ملت تو همه قبل فلانی 2 میلیون روزانه عاید داره و ماستر شور نخود فروشی میکنه، اینم این ملت دعوت میزنه.